جناب آقای سردار بردی محمدوف رئیس جمهور محترم ترکمنستان، جناب آقای قربانقلی بردی محمدوف رهبر محترم ملی مردم و رئیس مصلحت خلق ترکمنستان، عالی جنابان، مهمانان عزیز، خانم ها و آقایان، در آغاز مایلم از دولت و ملت دوست و برادر ترکمنستان برای برگزاری این نشست ارزشمند که با 30مین سالگرد اعلام بی‌طرفی ترکمنستان مصادف است تشکر کنم. هر رویداد یا فرصتی که ما را به اندیشه و گفتگو درباره صلح، امنیت و توسعه وادار کند، رویدادی انسانی، اخلاقی و مستحق ستایش است. و هر دولت یا ملتی که در این زمینه تلاش کند شایسته قدردانی و حمایت است. ابتکار ایجاد گروه دوستان بی‌طرفی برای صلح، امنیت و توسعه توسط رهبری ترکمنستان که خوشبختانه مورد حمایت سازمان ملل قرار گرفته است، ابتکاری ارزشمند از سوی کشوری است که در عمل تعهد خود را به صلح و امنیت به اثبات رسانده است. امروز من به نمایندگی از مردم صلح دوست و بزرگ ایران بار دیگر اعلام می‌کنم هر تلاشی که به تقویت گفتمان صلح و همکاری در سطح جهانی و منطقه‌ای کمک کند، حمایت بی‌دریغ مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را به همراه خواهد داشت. خانم‌ها و آقایان، همکاران گرامی، در جهانی که هر روز بیش از پیش در تلاطم بحران‌ها فرو می‌رود، جنگ‌ها نه حادثه‌های ناگهانی بلکه محصول خودخواهی‌ها و خودبرتربینی‌هاست. جنگ‌ها پیش از آن که در میدان نبرد شعله‌ور شوند، در ساختارهای ناعادلانه اقتصادی جهانی، در نهادهایی که صدای قدرتمندان را تقویت و صدای ضعیف‌ها را حذف می‌کنند و در رژیم‌های حقوقی که عدالت را مشروط به اراده قدرت‌های بزرگ می‌کنند ریشه می‌دوانند. نتیجه آن که صلح به جای اینکه حقی جهان شمول باشد به امتیازی تبدیل شده است که تنها در جغرافیای خاصی دوام می‌یابد. امروز ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازاندیشی در مفهوم صلح هستیم. صلح نه از مسیر افزایش بودجه‌های نظامی، نه از طریق اتحادهای سخت افزاری و نه از طریق دیپلماسی‌های نمایشی، بلکه از طریق مواجهه با ریشه‌های واقعی بی‌ثباتی، یعنی نابرابری، انحصار و تبعیض که به دست آمده است. حضار گرامی، در بستر تبعیض‌ها و نابرابری‌های موجود، سیاست قدرت‌های بزرگ در غرب آسیا تا کنون عملاً به ایجاد نوعی حق ویژه برای رژیم صهیونیستی منجر شده که منشأ بسیاری از جنگ‌ها و بی‌عدالتی‌ها در منطقه است. این حق ویژه محصول ترکیب پیچیده‌ای از محاسبات ژئوپلیتیک، اتحادهای تاریخی، منافع امنیتی غرب و بی‌تعهدی نهادهای بین المللی به اجرای واقعی عدالت است. در چنین فضایی است که این رژیم توانسته است سیاست‌های تهاجمی از جنایت‌های مکرر در غزه و گسترش غیرقانونی شهرک‌ها در کرانه باختری گرفته تا حملات مکرر به سوریه، لبنان و همچنین جمهوری اسلامی ایران و قطر را بتونه دنبال کنه. این وضعیت به طور مستقیم محصول انحصار قدرت در سطح جهانی و استانداردهای دوگانه است که قدرت‌های بزرگ به آن دامن زده‌اند و به نوعی استثناگرایی امنیتی را برای اسرائیل شکل دادند. هنگامی که یک بازیگر عملاً از محاسبات و نظارت‌های بین المللی مستثنا می شود، ریشه‌های بی‌عدالتی عمیق‌تر می شوند و صلح پایدار بنیان‌های خود را از دست می دهد. بر مبنای این بی‌عدالتی‌ها و استثناگرایی هاست که رژیم صهیونیستی در ژوئن گذشته به خود جرأت تجاوز به جمهوری اسلامی را داد و صدها نفر از هموطنان بیگناه من را به شهادت رساند. اقدامی که نه تنها با تنبیه بین المللی مواجه نشد، بلکه حمایت کامل سیاسی و نظامی قدرت‌های مدعی از حقوق بشر
و صلح جهانی را به دنبال داشت. تا زمانی که چنین حق ویژه‌ای برای رژیم صهیونیستی وجود دارد، نمیتوان از صلح و نظمی عادلانه سخن گفت. اگر جهان واقعا به دنبال صلح و نظم عادلانه است، باید به این حقیقت تن دهد که هیچ کشوری، حتی قدرت‌های بزرگ، نباید فراتر از قواعد جهانی فراتر روند. حضار گرامی، در شرایط موجود مسئولیت همه کشورها در این است که به هر شکل ممکن و با طرح ابتکارهای منطقه‌ای، با حضور فعال در سازمانهای بین المللی و با دیپلماسی اخلاق محور و چند جانبه گرا نشان دهند که جهان تنها از زبان قدرت‌های بزرگ سخن نمیگوید. در این راستا برگزاری این نشست را گامی در جهت یادآوری مسئولیت بزرگ و همگانی برای جلوگیری از انحراف‌های آشکار از اصول صلح و اعتماد بین المللی را ارزیابی می‌کنیم و از دولت و مردم ترکمنستان سپاسگزاریم که به سهم خود برای تقویت گفتمان صلح و امنیت تلاش می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که بی‌طرفی فعال و مسئولانه به معنای انفعال یا بی‌تفاوتی در برابر ظلم و تجاوز نیست، بلکه مفهومی پویا و اخلاق محور است که بر پایه اصول حقوق بین الملل، حقوق بشردوستانه، منشور ملل متحد و ارزش‌های والای انسانی استوار است. بی‌طرفی مسئولانه و فعال مستلزم اتخاذ مواضع اصولی و منصفانه در برابر هر گونه بی‌عدالتی و نقض آشکار حاکمیت و حقوق کشورها و انسان‌هاست. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو مسئول جامعه بین الملل اعتقاد راسخ دارد که صلح و توسعه تنها از طریق گفتگوی برابر، همکاری جمعی و احترام به حقوق بین الملل و منشور ملل متحد و پرهیز از یک جانبه گرایی قابل دستیابی است. از این رو امیدوارم نشست امروز بتواند بسترهای مناسبی را برای پیشبرد اهداف مشترک ما ایجاد کرده و زمینه ساز برقراری صلح و ثبات و توسعه کشورهای منطقه باشد. در پایان ضمن تشکر از مهمان نوازی دولت برادر و دوست ترکمنستان و برادر سردار بردی محمدوف از هر پیشنهادی برای برقراری صلح و امنیت و همچنین پیشنهاد ارائه شده دفاع می‌کنیم و امضا خواهیم کرد. از توجه شما سپاسگزارم.